استقلال دولتی بر رشد تمام سمت‌های خوجگی خلق مملکت زمینه مساعد فراهم آورد. در دایره تطبیق اقدام‌های آبادانی و بنیادکاری بخشیده به این جشن مهم تاریخی در همه گوشه و کنار کشور بنا و انشاءات گوناگون جبهه بنیاد گردیده ایستاده است که برای تأمین اهالی با انفراستراکچور ضروری مساعدت می‌نماید. اعلان سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی از جانب پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان ساکنان و صاحبکاران شهر و ناحیه‌های مملکت از جمله ولایت ختلان را برای وسعت بخشیدن روند اقدام‌های بنیادکاری هوسمند نموده است. با پیشنهاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان سال 2026 سالی وسعت بخشیدن کارهای سازندگی اعلام گردید. هر یک فردی وطن ما را وادار می‌سازد که بخشیده به این جشن بزرگ سهمی با سزای خود را گذاشته در روند کارهای آبادانی و سازندگی بنیاد بنا و انشاءات‌های مختلف خواجگی خلق را عملی نماید. در ولایت ختلان بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان 6260 انشاءات گوناگون تعیینات به نقشه گرفته تا سنه 1 دکبر سال 2025 از این شماره 6348 عدد آن مورد استفاده قرار داده شده است که 101% نقشه را در بر میگیرد. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان در پیام امساله به مجلس عالی جمهوری تاجیکستان از روند آبادانی ها در مملکت اظهار قناعتمندی کرده سهم ساکنان صاحبکاران را در آباد گرداندن یک گوشه دیار مناسب ارزیابی نمودند. ضمن این پیام راهبری دولت سال 2026 را سال وسعت کارهای سازندگی و بنیادکاری اعلان کردند. در این ضمن باید گفت که در سمت کار با جوانان و ورزش با دستگیری‌های حکومت جمهوری تاجیکستان مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت ختلان و جلب صاحبکاران وطندوست در سال 2025 41 انشاءات ورزشی بخصوص میدانچه ورزشی 9 تالارهای ورزشی 2 مجمع ورزشی با مبلغ 124 میلیون سومانی مورد استفاده برای قرار داده شد که نسبت سال 2024 در سمت کار با جوانان و ورزش 107 میلیون سومانی زیاد می باشد. پس از ارائه پیام راهنماساز رهبر دولت ساکنان و صاحبکاران آبادگری ولایت ختلان مسئولیتی دوباره احساس نموده با جانبداری از تاکیدهای سرور دولت اقدام گرفتند که برای باز هم رشد و پیشرفت وطن عزیز و محبوب خویش سهمی سازگار داشته باشند. هدف اساسی اعلان گردیدن سال 2026 همچون سال وسعت دادن کارهای آبادانی و سازندگی و تقویت و تحکیم خودشناسی و خودآگاهی ملی محض به خاطر بیشتر انجام دادن کارهای آبادانی و سازندگی در همه گوشه و کنار وطن و همزمان بالا بردن سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی اهالی محسوب می‌گردد. بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه شهرتو 359 انشاءات تعیینات گوناگون به نقشه گرفته شده که تا به امروز 277 عدد آن به استفاده داده شد. زیاده از 70-75% انشاءات به نقشه گرفته شده از جانب ساکنان دهه و صاحبکاران به چشم می‌رسد. در ناحیه در سال 2025 100 عدد انشاءات به نقشه گرفته شده که تا به انجام سال به پورگی اجرا می‌گردد. اینچنین در ناحیه امسال از جانب ساکنان دهه زیاده از 22 کیلومتر راه‌های محلی حدود ناحیه منفرش گردیدند. از روند وسعت چنین اقدام‌های بنیادکاری میتوان گفت که جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در سطح بلند و با دستاوردهای نظررس استقبال گرفته می شود.